امروز میخوایم بریم کتابخونه ملی. تصمیم گرفتم هم درس بخونم هم کتابخونه رو بهتون نشون بدم. اول از همه بگم که برای ورود به کتابخونه ملی باید حتما کارت عضویت داشته باشیم که شرایط عضویت در کتابخونه به 4 صورت: عضویت افتخاری، پژوهشی، عادی و موقت که شیوه‌نامه کامل شرایط عضویت توی سایت خود کتابخونه هست. کتابخونه 2 تا ورودی اصلی داره، یه ورودی شرقی و یه ورودی غربی که هر 2 تا ورودیش هم همینقدر قشنگ و سرسبزه که واقعا یکی از دلایل اصلی علاقه‌مندی من به درس خوندن توی کتابخونه ملی همین فضای قشنگشه که قبل از درس خوندن واقعا منو سر حال میاره. کتابخونه چند تا تالار اصلی داره که حتما قبل از ورود به تالار باید با کارت عضویتمون کمد بگیریم و وسیله هامون رو داخل کمد بذاریم. توی یه سری از تالارها ما نمیتونیم کتاب درسی با خودمون ببریم و صرفاً میتونیم لپتاپ یا تبلت یا دفتر یادداشت ببریم، اما توی یه سری از تالارهای دیگه میتونیم با خودمون کتاب درسی هم ببریم. بستگی به شرایط اون تالار داره و همچنین ما میتونیم کتاب هم از کتابخونه به امانت بگیریم. اصلی ترین نیرو محرکه های من برای شروع درس لیست کردن کارامه که همیشه وقتی که وسیله هامو روی میز میذارم اولین کاری که میکنم سعی میکنم بر اساس روزا کارامو تقسیم بندی کنم که ذهنم منظم میکنه و باعث میشه با انرژی بیشتری درس بخونم. استراحت میخوام کتابخونه رو بهتون نشون بدم. هر میزی برای خودش یه چراغ مطالعه و یه پریز برق داره که فضای خیلی خوبی رو برای درس خوندن به شما میده و فضای کتابخونه هم واقعا ساکته که برای تمرکز کردن خیلی عالیه. یه سری مبل‌هایی رو هم برای تایم استراحت گذاشتن که میتونین چند لحظه‌ای رو روی مبل بشینین و ریلکس کنین که برای استراحت واقعا خوبه. شما میتونین از سالن غذاخوری کتابخونه استفاده کنین که یه سالن نسبتاً بزرگه. هم میتونین غذایی که از خونه با خودتون آوردین رو اونجا میل کنین و هم میتونین از رستورانش استفاده کنین. منوی رستوران معمولا روزانه 3 الی 4 نمونه غذا داره به همراه نوشیدنی و پیش غذاهای مختلف که شما خودتون میتونین انتخاب بکنین که من تصمیم گرفتم امروز جوجه کباب بخورم. من معمولا توی تایم نهار یا فیلم میبینم یا موزیک گوش میدم یا اینکه بازی میکنم که یکی از بازی‌های مورد علاقه من کال آف دیوتیه که توی گوشه تصویرم مشاهده کردین. تایم نهار که تموم شد، هوای بیرون خیلی خوب بود. تصمیم گرفتم قبل از رفتن به سالن مطالعه یکم بیرون بشینم و کارامو بیرون انجام بدم.
آب جوش هست و هم آب سردکن که اگر ماک همراهتون باشه میتونین از این دستگاه استفاده کنین. بچه میانوده مورد علاقه من رنگینکه که در واقع ترکیب خرما و آرده که واقعا خوشمزه است و میتونم دستور تهیه‌اش هم براتون بذارم. اینم کافتریای کتابخونه است که خوراکی‌های متنوعی داره و میتونید توی تایم استراحتتون ازش استفاده کنید. بچه‌ها فضای کتابخونه واقعا قشنگه و به نظر من حس خیلی مثبتی رو به آدم منتقل میکنه. باید کمدتون رو تحویل بدین که برای این کار باید کارتتون رو مقابل این دستگاه بگیرید و دکمه ثبت خروج رو بزنید که کمد آزاد بشه و یه نفر دیگه بتونه از کمد استفاده کنه. یه روز پرکار دیگه هم تموم شد. امیدوارم که از دیدن این ولاگ لذت برده باشید.